آیا آیدا را می شناسید؟ سازندگان او با نمایش او در پی چی‌اند؟ آیا هوش مصنوعی تهدیدی است برای بقای بشر؟ سلام، به این ویدیوی ما از چینل یوتیوب SSP خوش آمدید. این ویدیو را تا آخر بیننده باشید. چینل یوتیوب ما را سابسکرایب و زنگوله را فشار دهید تا ویدیوهای بعدی من را همچنان بیننده باشید. اخیراً ربات هنرمند آیدا، اولین ربات انسان نمای مجهز به هوش مصنوعی، به عنوان خالق یک اثر هنری برای فروش در حراجی بزرگ ساتبیز به نمایش گذاشته شده است. این اثر که تصویری از آلن تورینگ، دانشمند و پدر محاسبات مدرن، با نام AI God نامیده شده است، در بازار قیمت حدود 120 تا 180 هزار دلار تخمین زده می شود. این پرتره برای نخستین بار در نشست سازمان ملل در سال 2024 نمایش داده شد و در کنار آثار هنرمندان دیجیتال برجسته قرار گرفته است. اما آیدا چیست؟ چگونه و از سوی کیها طراحی شده است؟ آیدا یک ربات انسان نما و هنرمند است که در سال 2019 توسط تیمی از مهندسان و متخصصان در انگلستان ساخته شد. آیدا به عنوان اولین ربات هنرمند واقع‌گرایانه شناخته می شود که می تواند نقاشی، طراحی و شعر سرودن را با استفاده از هوش مصنوعی انجام دهد. این ربات با ابزارهای هوش مصنوعی و یک دسته مکانیکی پیشرفته مجهز است که با آن اجازه می دهد نقاشی های را با استفاده از دوربین هایش و پردازش تصویر خلق کند. ویژگی های برجسته آیدا شامل موارد ذیل است: قابلیت طراحی و نقاشی. آیدا با استفاده از دوربین هایش تصاویری از دنیای اطراف می گیرد و سپس آنها را تحلیل می کند و به صورت دستی طراحی می کند. این ویژگی او را قادر می سازد تا آثاری هنری با سبک خاص خودش خلق کند. شعر و نوشتن. آیدا علاوه بر خلق آثاری بصری قادر به سرودن شعر نیز هست. او برای نوشتن شعر از مجموعه از الگوریتم های پردازش زبان طبیعی استفاده می کند و آثارش اغلب در زمینه های مانند رابطه بین انسان و ماشین، هوش مصنوعی و آینده تکنولوژی تمرکز دارد. نمایشگاه ها و مصاحبه ها. آیدا به نمایشگاه ها و مصاحبه های مختلف دعوت شده و با حضور خود در این رویدادها مباحث عمیق درباره نقش هویت هوش مصنوعی و آینده هنر و خلاقیت در جامعه بشری به میان آورده است. تفکری فلسفی درباره هوش مصنوعی و هنر. آیدا نه تنها به عنوان یک ربات هنرمند شناخته می شود، بلکه به عنوان یک ابزار برای پرسش درباره مرزهای هوش مصنوعی و هنر و چگونگی ارتباط این دو با انسانها در آینده به کار گرفته می شود. حضور آیدا باعث شده که بسیاری درباره مفهوم خلاقیت و تفاوت بین خلاقیت انسانی و مصنوعی بیشتر تأمل کنند. این پروژه توجه بسیار از دانشمندان، هنرمندان و علاقمندان به تکنولوژی را به خود جلب کرده است، زیرا با پرسش‌های عمیقی درباره ماهیت خلاقیت، هویت و آینده هوش مصنوعی دامن می‌زند.